ابن ابی حاتم رضی الله عنه، ابن ابی حاتم یکی از علمای بزرگ حدیث در سنن خود نقل می کند که ابلیس دعا کرد: یا الله، تو مرا خلق کردی تا سبب گمراهی فرزندان آدم شوم. من تسلط بر آنها نخواهم داشت مگر اینکه تو به من اجازه دهی. پس به من قدرت این را بده که سبب گمراهیشان گردم. الله متعال فرمود: برو، این قدرت را به تو دادم. سپس شیطان گفت: یا الله، قدرت بیشتر میخواهم. دقت کنید، او از الله متعال بیشتر خواست. بنابراین الله متعال فرمود: هرگاه یک فرزند آدم تولد شد، یک شیطان دیگر با وی تولد خواهد شد. یعنی برای هر فردی که در این دنیا وجود دارد یک شیطان قرین گماشته شده است، چون الله متعال اجازه زاد و ولد را به شیطان داده تا اینکه فرزندانی بیشتری داشته باشد. یعنی با هر فرزند آدم یک شیطان نیز تولد می شود. سپس شیطان گفت: یا الله، بیشتر می خواهم. و الله متعال برایش فرمود: برایت این قدرت را می دهم که مثل خون در رگهای بنی آدم جریان داشته باشی. پس الله متعال این توان را برایش داد که در وجود من داخل شده و به گونه نامرئی و نامعلوم با افکارمان بازی نماید، طوری که بعضا فکر می کنیم که این افکار خودمان است، ولی افکار شیطانی است که با وسوسه های شرورانه شیطان در ذهنمان خطور می کند. و سپس شیطان گفت: باز هم بیشتر یا الله. و الله متعال در این آیه بیان می کند: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. What is this verse? این آیه چه می‌فرماید؟ و ای شیطان، نیروها و لشکریان خود را متحد ساز، همه سواران خویش را که از آتش جهنم هستند نیز فراخوان، و نیز شیاطین پیاده خود را که اساکر شیطان هستند جمع کن، و برو حمله یعنی جنگ خود را بر علیه بشر آغاز کن و با قوه های شیطانی خویش در آنان نفوذ کن و تخریبشان کن و وعده های از آسمان و زمین برایش بده. و سپس الله متعال می فرماید: و هر آنچه شیطان به شما وعده می دهد سراب بیش نیست. وعده های او جز خواب و خیال و فساد چیزی نیست، وعده های باطل و دروغ. و در ادامه این حدیث آمده که آدم علیه السلام این دعای شیطان را شنید. او نیز نزد الله متعال دعا کرد و گفت: پروردگارم، تو به شیطان اینقدر قدرت و تسلط را بالای من اعطا فرمودی، پس برای من چه میدهی یا الله؟ برایم چیز اعطا کن. الله متعال فرمود: هیچ فرزندی از تو به دنیا نخواهد آمد مگر اینکه دو ملک را بر او بگمارم، یک شیطان اما دو ملک که او را همیشه از شر شیطان در امان داشته باشند. به همین خاطر او تعالی در قرآن می‌فرماید برای هر انسان دو ملک را گماشته ایم، یکی در پیش رو و دیگر در عقبش، که به فرمان الله متعال از او حفاظت می‌کند. ما در هر زمان 5 ملک داریم. شیطان یک دشمن است اما 5 ملک با ماست. 2 ملک برای نوشتن اعمال خوب و بدمان در طرف راست و چپ قرار دارند. 2 ملک دیگر برای حفاظتمان در پیشرو و عقبمان که آنها تبدیل نیز می شوند. و 5مین ملک همیشه در گوشمان برای انجام کارهای نیک وسوسه می کند. کاری خوب کن، کاری خوب کن، سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، لا اله الا الله بگو، و او برای وسوسه اعمال نیکمان گماشته شده. 5 ملک، الله اکبر. بنان آدم علیه السلام خوشحال شد و گفت: یا الله، بیشتر میخواهم. الله متعال فرمود: برای هر عمل بد یک عمل بد می نویسم و یا آن را حذف می کنم، اما برای هر عمل نیک 10 عمل نیک می نویسم. آدم علیه السلام خوشحال شد و گفت: یا الله، بیشتر برایم اعطا کن. سپس الله متعال فرمود: وعده می دهم
که در بخششم تا زمانی که روح بدن را ترک نکند باز است. یعنی تا زمانی که زنده هستی در بخشش الله متعال همیشه باز است. و سپس چون شیطان 4 بار خواست، آدم علیه السلام یعنی پدرمان هم برای بار 4م خواست. پروردگارا بیشتر میخواهم. و الله متعال در پاسخش فرمود And so Allah subhanahu wa ta'ala replied, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یعنی اصلا ناامید مباش. هیچ شک نداشته باشید که الله متعال ما را بسیار دوست دارد. او بسیار متوجه ماست. او تعالی میخواهد که با او در بهشت باشیم. او اصلا ما را برای مجازات خلق نکرده. به همین دلیل این آیه قوی ترین آیه قرآن عظیم و شأن است. چنانچه روایت شده بعضی از علما گفتند کدام آیه عظیم ترین آیه است؟ گفتند آیت الکرسی. دیگر پرسید کدام آیه عظیم ترین آیه برای شناخت الله است؟ سوره اخلاص. و سپس گفتند کدام آیه بزرگترین آیه برای خوشنودی است که خوشی عظیم را برای من به وجود می آورد. هیچگاه از رحمت الله متعال ناامید مباشید. الله متعال دوست دارد که ببخشد و او همه گناهان گذشته، آینده و حالتان را می بخشد و تحقیق که او بخشاینده و مهربان است.